میدونی رفیق، همیشه که نباید بازی‌ها پرشور و پرهیجان باشن. بعضی وقتا آدم میخواد شل کنه. بازی آوردم براتون خوراک شلکس. بی مقدمه بریم تو کارش. بیشتر باید بگم یه اثر هنری است. یه بازی سبک و سیاق بازی حسابی متفاوت و خاصه. وسط یه صحرای بی آب و علف گم شدید، جایی که سگ پر نمیزنه. البته تو صحرا معمولا شتر پر میزنه تا سگ. بازی بیشتر یه ماجراجویی رو پیش میبره تا یه داستان از پیش تعیین شده. بازی شما رو مجبور به ادامه داستان نمیکنه، بلکه همه چیز توی این صحرا سر جای خودش گذاشته شده و شما باید این مقداری تنگش کنید و اون حس کنجکاویتون رو فعال کنید و برید بیافتید دنبال داستان و معما رو حل کنید. معما نمیشه گفت، یه جور ماجراجویی. بهتون که گفتم بیشتر شبیه اثر هنری است تا بازی. نگید که یادتون نیست. گرافیک بازی بیشتر شبیه یه بوم نقاشی دستی است تا یه گرافیک کامپیوتری. همه چیز هنریه تا پرزرق و برق. تو نگاه اول یه یارو با چهره برهم مالیده و 2 چشم نورانی که این روانیه تو بیابون برای خودش ول میچرخه. اما صبر کنید، یادتونه یه نصیحتی بود که میگفت هیچ وقت زندگی بقیه رو از روی ظاهر قضاوت نکن. حالا بیا زندگی بقیه رو بردار، به جاش کلمه گیم رو بذار. گیم پلی آروم، نرم، روون، افکتای صوتی بی‌نظیر، یه مجموعه موزیک نابی هم طول بازی باهاتون همیاری میکنه. هدفون رو بذارید و فقط پای این بازی لش کنید و چندین ساعت از زمین کنده بشید. چی دیگه از این بهتر ها؟ این یکی رو میشه برادر گیم قبلی در نظر گرفت. رسما همونه ها، فقط برداشتن گذاشتنش داخل آب. شما یه غواص گوگلی کنجکاو هستید که به ماجراجویی زیر دریا و کشف اسرار اقیانوس میرید. فکر کن یکی چقدر بیکار باشه بره اسرار اقیانوس رو کشف کنه. ولوم کن حاجی، اسرار کیلوچند. هر چقدر تو بازی قبلی خواهید دید، اینجا برعکسه. حسابی همه چی رنگ و رنگ هست و قشنگ دلتون باز میشه. محیط بازی از صحنه‌ها و موزیکای آرامش بخش کم نداره. هدفونتون رو بذارید و شیرجه بزنید تو این بازی و غرق شید. به این میگن یه شلکس واقعی. داستان بازی عین گیم قبلی است. داستان خاصی دنبال نمیشه و شما خودتون باید بیافتید توی مپ و تیکه تیکه‌های پازل رو بچینید. بذارید بهتر بهتون بگم این بازی از چی درست شده. گرافیک رنگ و رنگ و موزیک آرامش بخش به علاوه معما، به علاوه ماجراجویی مساوی است با همین یارویی که دارید میبینید. خب این بازی از سبک شلکسی که داشتیم خارج شد و هیچ صنمی با 2 گیم قبلی نداره. داستان از این قراره که این مزرعه خیلی بزرگ به شما ارث میرسه. البته فقط اسمش مزرعه است، بیشتر شبیه مرداب شرکه. خیلی خب بسم الله، وقتشه که تنگش کنی و شعبه دوم کاخ سفید رو به اسم خودت کنی. دست شما تو این بازی حسابی بازه. هر گلی که دوست دارید دسته‌بندی کنید، کشاورزی کنید، تجارت کنید، ساخت و ساز کنید. نخواستید یه چیز دیگه کنید. بازی خیلی از دنیای واقعی الهام گرفته شده. ساعت دارید، شب و روز دارید، با آدمای توی بازی معامله میکنید و هزار چیز دیگه. بازی آرومی است، حسابی سرگرمتون میکنه. اما اگه دنبال یه چیزی هستید که باهاش شل کنید، باید بگم که 2 بازی قبلی قابلیت شل شوندگی بیشتری دارن. امکان بازی آنلاین هم داره. برید با رفقای اراذل و اوباشتون عرق بخورید و عرق بریزید. خدمت موبایل پلیرهای عزیز اعلام کنم که از ارائه خدمات آنلاین به شما معذوری. البته بازی معذوره، من بدبخت اینجا چه کارم؟ من فقط اومدم معرفی میکنم. بی‌ناموس دقیقاً رو همونی که میاس آنلاین بذاره نذاشته. خانم و آقایون، یکی از احساسی ترین بازی های دنیا اینجاست. در عین حال که این بازی سبک آروم و آرامش بخشی داره، باید بگم که یه چاشنی غم انگیزم بهش اضافه شده. من که خودم بعد از تموم شدن این بازی 2 سال به طور مداوم اشک ریختم. 6 سال افسرده بودم و 28 خودکشی ناموفق داشتم. حاجی بازی کلا 5 سال اومده، تو چطوری 6 سال افسرده بودی؟ که اینطور ولش کن. مشهد رفتی؟ خفه شو بابا. خب بریم سر اصل جنس. یه گرافیک 2 بعدی هنری. داستان آروم و معمایی میره جلو. شما تو نقش یه دختر خانم جوان هستید که به مقصد ناکجا آباد در حال سفره. البته یه سری اتفاقات تلخ هم توی راه ازتون پذیرایی میکنه. اصلا اشکالی نداره. تو روی مشکلات وایسید و بگید پر از محیط‌های مختلف و رنگارنگ. افکت‌های صوتی تصویری جذاب از خصلت‌های اصلی این بازی گوگل موگولی است. بزنید تو رگ نوش جون. خب از روزی که گیم به دست بشریت زاییده شد، به 2 دسته تقسیم شد. بازی‌هایی که بر پایه زندگی واقعی یا یه داستان واقعی ساخته شدن و بازی‌هایی که ساخته ذهن مریض نویسنده. ببینم اصلا مگه بازی‌ها هم نویسنده دارن؟ مگه فقط واسه فیلم‌ها نبود؟ حالا دور انداز.
ممکنه یکیتون بدونه ها، ولی به دلایل گشادی برای ما کامنت نمیکنه. هی شما لایک نمیکنید، چه برسه به کامنت. خدا شانس بده. مردم ویور دارن، ما هم ویور داریم. خب دیگه نه من غریبم بازی بسته، بریم سر کارمون. بازی حادثه آتش سوزی 1988 در جنگل‌های آلاسکا رو روایت میکنه. البته یک کمو هم پیچش داده و متفاوتش کرده. ما توی بازی زمانی 1988 نیستیم، ما 10 سال جلوتریم. جناب علی یک نگهبان پارک جنگلی تو سال 1998 هستیم. مردم اون منطقه بعد از گذشت 10 سال همچنان از آتش وحشت دارن و با یه فندک ریستارت میکنن با خودشون. ما اینجا نقش سوپرمن رو باید بازی کنیم و مواظب جنگل باشیم. شاید پیش خودتون بگید چه داستان احمقانه‌ای. بی خیال دیگه دارید کم لطفی میکنید در حقش. بازی محیط فانتزی خوبی داره و گرافیکش یه سری جاها خودنمایی میکنه. مکالمات و پاسخ‌های زیادی توی بازی هست که برای اینکه متوجه بشید دور و برتون چه خبره و داستان چه قراره، باید تا یه حدی زبان بلد باشید. بازی‌های قبلی اینجوری نبودن. همینجوری سرتون رو میندازید پایین و به بازیتون میرسید. اصلا هم با زبان کاری ندارن. از اول ویدیو منتظر این گیم بودم. این خود اصل جنسه. بازی در عین حال که رو هر سیستم اوراقی که فکرشو بکنید بالا میاد. گرافیکش قابلیت اینو داره که آب از لک و لوچتون آویزون کنه. به عنوان بازی که نیاز به کارت گرافیکی مجزا نداره، واقعا کوالیتی فوق العاده ای داره. حالا داستان از چه قراره؟ شما توی جزیره اسرارآمیز حیرون و ویرون شدید. باید معماهای جزیره رو کشف کنید تا بتونید خودتون رو خلاص کنید. بازی از ادغام یه اول شخص 3 بعدی و پازل‌های 2 بعدی تشکیل شده. خودم هم نفهمیدم چی گفت. معماهای زیادی رو باید حل بکنین، اما معماهایی نیستن که اعصابتون رو خرد کنن. اما اگه خرد کرد فوشش رو به من ندید لطفاً، ممنونم. من فقط ساقی هستم، تولید کننده یکی دیگه است. خب 6 تا بازی بهتون معرفی کردم، یکی از یکی گل‌تر. حالا اگه گفتی جایزه بهترین رو باید به کی داد، معلومه به تو که اینقدر حوصله داشتی تا تهش موندی. ناموسن که ستون تویی، 40 ستون عداتو در میاره. راستی میدونی اگه این ویدیو رو لایک کنی فرای یه چمدون با 1 میلیون دلار فیک برنده میشی؟ خب دیگه من برم به زن و بچه‌م برسم. فعلا خداحافظ.